سلام آقا، امروز اومدیم بالاخره یه بیوگرافی بدیم و شاید باورتون نشه که این سومین باریه که دارم ویدیو ضبط میکنم. یعنی 2 دفعه از 0 تا 100 بیوگرافی دادم و اون ویدیو رو دیلیت کردم و الان بار سومه. و خب مسئله اصلی کمالگرایی نیست. سخت در اشتباهی اگه فکر میکنی من آدم کمالگراییم. چرا هستم، ولی نه در اون حد. بودم. الان اگه کمالگرایی بخواد بیاد سمتم، من اینجوری مار پیچ میدم میرم اونوری. آره، خلاصه راه گریزش رو پیدا کردم و الان چون برام سخت جلو دوربین صحبت کردم، چون برام سخت راجع به خودم صحبت کردن، حتی اگه دوستم اینجا نشسته باشه و بخوام به اون بگم، برام واقعا سخته. شاید به نظر نرسه ولی واقعا سخته. پس یه فکری زد به سرم که آقا چی کار کنم که بتونم اونجوری که باید و میخوام راجع به خودم حرف بزنم جلوی دوربین. پس تصمیم بر این شد که نقاشی بکشم، حتی شده خط خطی کنم و صحبت کنم راجع به خودمم بگم. پس بریم که داشته باشیم. من اصلا دکمه رو نزدم، خودش اتوماتیک اصلا خیلی بچه شیف فهمیه، ولی خب که من نافهمم هست، ولی خب دیگه من که دوستش دارم. خب مسئله اینه که چجوری، رو چی دلم بخواد. طراحی نمیخوام مانور زیاد بدم، چون تمرکز اصلیم نمیخوام روی نقاشی باشه، روی حرف زدنم باید باشه. و خب فکر کنم باید یه طراحی ذهنی از اونجایی که نمیخوام خیلی ابعاد بزرگ کار کنم که دیگه زیادی درگیرش بشم. پس این دفتر کوچولو رو آوردم و اسکار کوکوشکا نوشته روش و نقاشی که میبینین از اسکار کوکوشکاست. مشخصه؟ آره. و اینم پشتش، اینم یه نقاشی دیگه شه. نمیدونم میشناسین هنرمندو یا نه، ولی یکی از مورد علاقه هامه و به حد مثلا فرانسیس بیکن و اگون شیلو شاید نرسه، ولی خب واقعا بازم دوستش دارم، خوبه کارش، باحاله. خب من نمیدونم سلام دادم یا نه، واقعا ذهنم شده اصلا مثل ماهی شدم، ولی خب اگه سلام ندادم سلام، خیلی خوش اومدین به چنل یوتیوبم. قرار بود این اولین ویدیو یوتیوبم باشه، ولی خب خیلی دوست داشتم بیام اولش بگم که به اولین ویدیو یوتیوبم خوش اومدین، ولی خب نمیشه به دلایلی که خودتون در جریانین. ولی خب امروز اومدیم که یه بیوگرافی بدیم و بعد 3 سال بعد 3 سال کجا؟ اینجا که تازه فعالیت کردم. آره، ولی یه پیج اینستا دارم، هنوزم دارمش، ولی خب یه پیج اینستا دیگه هم زدم، اونایی که نمیدونن در جریان باشن. آره 3 سالی که اون پیج رو دارم و حتی یک کلمه از خودم نگفتم. همین. خب کارت ویزیتم میتونستم بزنم طراحی کنم، ولی خب بی خیالش. خب اول از همه اسمم، نمیدونم لقب چیزی از من شنیده باشین یا نه، چون من لقب کلا از بچگی خیلی زیاد داشتم و دارم، ولی خب اسمم نه رایانه، نه لوییه، نه نمیدونم چیزای دیگه شاید شنیده باشینه. اسم من رایاست، رایا خودمون. اوکی، نون نداره. اگه نون بیاد میشه رایان و رایان اسم پسرونه است و رایا اسم دخترونه است، ولی خب اینجوری که به گوشم رسیده انگار که اسم اسپورتی شده و همه کلا میذارن چه دختر چه پسر، ولی خب از معنیش که حتی معنیش یکی از معنیاش خیلی زیاده که ملکه میشه، پس نتیجه میگیریم که اسم دخترونه است. خلاصه این از اسمم. خب اسم، سن، قطعا سنمو اگه منو بشناسین و یه بار از من سنمو پرسیده باشین میدونین که به این راحتی ها نمیگم، اونجوری نیستم که کلا نگم، ولی خب حدس بزن اسمم چیه.
تو ذهن خودت حدس بزن، خواستی نمیدونم میخوای کامنت کنی یا هرچی، ولی یکم جلوتر میگم. خب من خیلی فکر کردم که راجع به چی حرف بزنم و چی بگم و چی نگم و ازتون سوال پرسیدم و کلا خیلی سوال جمع شد و اکثرا همه سوالا این اکثر سوالا در مورد نقاشی، هنر، نقاشی حسی، اینا چیه فلان میسا اینجوری بود و خب حدس میزدم خودم میخوام صحبت کنم ترجیح میدم که بیشتر در مورد هنرم صحبت کنم تا اینکه خودم. و خب من زندگی خیلی هیجان انگیزه خیلی جالبی نداشتم، مثل همه بقیه چیز خاصی نبوده. و خب یه چیزی که براتون خیلی جالب شاید باشه و من جدیدا متوجه شدم چقدر گارد دارن سمت یه سری از مردم یه قومیتی یه جایی از کشور. و خب من دقیقا برای همونجام، یعنی من تهران به دنیا اومدم آره، ولی خب مادر پدرم و اینا اونجا به دنیا اومدن، خلاصه اصالت میشه اونجایی. حالا کجایی؟ شهرستان سمنان، استان، درست گفتم؟ اشتباه گفتم، ریدم. استان سمنان، شهرستان دامغان. وای چرا اصلا نشده بود تا حالا من همچین سوتی بدم. مثلا دارم نقاشی میکشم که حواسم یه جورایی پرت بشه و استرسم کمتر بشه. نمیدونم خیلی عجیبه نه که مثلا راجع به خودم دارم صحبت میکنم ولی خب این همه استرس دارم از کجا میاد؟ واقعا چیزی که دارم بهش فکر میکنم چندین روزه. چرا؟ مثلا من که اسرار خانوادگی رو نمیخوام لو بدم که مثلا راجع به خودم میخوام بگم چرا انقدر استرس داری؟ فکر کنم از لحنم مشخص باید باشه که اصلا تون دارم صحبت میکنم، هرچند که عادتمه. دارم سعی میکنم که آروم بگیرم. بهتون نشون بدم تا اینجا شو. آها نقاشی رو بذاریم کنار، یعنی کنار که نمیذارم ولی خب خورده جدی‌تر صحبت کنیم. اینجا سوالا رو نوشتم چیزه. خب حالا از اول به نقاشی علاقه داشتی یا در مسیر زندگی علاقه‌مند شدی؟ این سواله اینجوری بگم که من از موقعی که یادم میاد به نقاشی علاقه داشتم. من فکر میکنم که حتی از همون موقعی که توش کم مامانم بودم میدونستم که چی میخوام. باور کنین یه همچین چیزی بود و من همیشه خدا یه حسی بهم میگفت که تو باید نقاش بشی، تو نقاشی، تو اصلا نقاش هستی، تو باید بری سمت هنر. همیشه خدا همین بود. و خب شاید باورتون نشه، من خودم باورم نمیشه. مادرم خودش تعریف میکنه، میگه تو 9 سالت بود، یعنی کلاس سومی طورا اینجوری یه خورده بزرگ شده بودی و اینا، دست منو گرفتی بردی گفتی کلاس نقاشی ثبت نام کن. حالا اینکه من چجوری مامانمو بردم و حالا ایناشو نمیدونم واقعا، ولی واقعا علاقه داشتم و من هر تابستون کلاس نقاشی بودم. یعنی هیچ کلاسی که نه، هر کلاسی ثبت نامم میکردن ردخور نداشت. این نقاشی من باید میرفتم، نمیرفتم مثلا انگار هیچ کاری نکردم و حالم اوکی نبود. و اینکه از هر موقعیتی استفاده میکردم که برم
نقاشی کنم و خلاصه حالا با دوستم هر جوری میگم از همون بچگی خیلی قبلترش از 6 سالگی حتی قبلتر از اون 5 سالگی که قشنگ یادمه که دفتر و خلاصه چیز میزه خواهر برادرم برمی داشتم و شده بود قشنگ یادمه که خط خطی میکردم ستاره میکشیدم ولی این کارو میکردم و خب من فکر میکردم که همه بچه ها اینجوری هن. تا نمیدونم هم چند سال پیش شاید همین فکر رو میکردم که خب همین بچه ها نقاشی میکشن با چیز نه واقعا اینجوری نیست. همین بچه ها نقاشی نمیکشن. خیلی از مثلا دختر بچه ها بیشتر مثلا بازی های مثلا حالت مثلا تو کوچه و مثلا اینجور چیزایی که مثلا شاید بگیم پسرونه تر و پسر انجام میدن اونا رو دوست دارن. منم مثل همونا بودم. من خاله بازی اصلا خوشم نمیومد. اگه تو خونه مجبور میشدم که بمونم با بچه فامیل بازی کنم میگفتم بیا نقاشی بکشیم و بهش یاد میدادم و اصلا همه چی بلد بودم. هر حیوان الانشم بلدم. الان به من بگو کلاغ بکش، نمیدونم گاو بکش، کفشوزک بکش، هر چیز عجیب غریبی بگی میتونم بکشم. خلاصه اصلا بچگی همینجوری بودم و از هر موقعیتی استفاده میکردم و میکشیدم و دیگه این تو ذهن همه رفته بود که من اینجوری هم این بچه دیگه میره سمت هنر، مشخص آیندهش چیه، این دیگه گالری میزنه و خلاصه نقاش خانواده منم. آره و خانواده ما اصلا هنرمند توش نیست، یک نفرم نیست. اولین کسی که رفت سمت هنر من بودم و بعد حالا یکی دو نفر دیگه اینا هم اومدن و اینجوری شد. حالا یه سال دیگه ای هم که بود به هنر دیگه هم مثلا علاقه داری یا مثلا اگه نقاش نمی شدی چه کار می شدی و اینا؟ به هنر دیگه قطعا من علاقه دارم. مثلا مگه میشه که مثلا موسیقی رو دوست نداشت، که مثلا ویولون رو دوست نداشت، که مثلا تئاتر رو دوست نداشت؟ مگه میشه همچین چیزی؟ ولی نقاشی یه جور دیگه است. یه میشه گفت عشق، واقعا عشق زندگیمه. و خب این مدتی که اتفاقای افتاده شو منم در جریان این یا نه دستم آسیب دید و اصلا نمیتونستم حتی قلم بگیرم دستم و اصلا دستم همینجوری بود نباید تکون میخورد. اون موقع همون روز گفتم که اینجوری شده نمیتونم با دست راستم نقاشی کنم، اوکی با دست چپم میکشم. همون روز خدا شاهد من کشیدم و مثلا مدرکش هم هست، حالا تو پستام و اینا میذارم میبینین یا شایدم گذاشتم، نمیدونم این ویدیو کی قرار آپلود بشه. آره اون موقع بود که فهمیدم که من اگه دست راست نداشتم با چپم میکشیدم، اگه دست چپ نداشتم با پام میکشیدم، اگه پا نداشتم با دهنم میکشیدم. خلاصه من میکشیدم. من یه شانسی که آوردم که بابام به نقاشی علاقه داشته. شاید خیلی ها ندونن، منظور همین فک فامیله خودمونه. ولی خب من موقعی که میخواستم انتخاب رشته کنم و برم هنرستان اینجوری بود که بابام یعنی اون موقع گفت بهم که خودش نقاشی دوست داشته ولی خب به خاطر شرایط که داشته خب نمیشده تو اون زمان و اینا و خب به چیزی که میخواسته حالا نرسیده یا هرچی دوست داشت که من که حالا دخترشم اون چیزی که دوست دارم و برم و خلاصه انجام بدم و اوکی بود با اینکه من برم هنرستان. و حالا رشتم چجوری، رشته چی و این قضیه ها، رشته هنرستان اصلا چی شد سمت هنرستان رفتم. خب من که اصلا بچه درس خوانی نبودم و خب اینکه مشخصه چی بگم. آره بعد دیگه
همه میدونستم، من میگم همه میدونستن یعنی معلم همه میدونستن آقا این نقاشی دوست داره و اینا. بعد گفتم تو نری کی بره، تو برو هنرستان دیگه. بعد منم اینجوری شد که رفتم هنرستان. نه نرفتم هنرستان، یعنی منظور این که رفتم اداره آموزش پرورش که ببینم کدوم هنرستان اصلا چه رشته‌ای برم. گفتم خب رشته‌ای که طراحی نقاشی اینا داشته باشه. نگاه کردم ای بابا چرا نیست همچین رشته‌ای تو هنرستان که نقاشی باشه. ای بابا نیستش و اینو چیکار کنیم. همچین دیدیم گرافیک انگار داره، گرافیک طراحی داره. حتما نمیدونستم که گرافیک 2 سال طراحی داره و مثلا 3 سالشو طراحی نداره. ولی خب اگه 1 سالم طراحی داشت من میرفتم، اصلا خیالی نبود و رفتم و خلاصه هیچی نمیدونستم، یعنی هیچی نمیدونستم و در این حد که مثلا گرافیک اصلا یعنی چی. اصلا گرافیک یه کلمه برای من بود که خیلی ناشناخته بود، دقیقا همینجوری. بعد نمیدونم مثلا بار اول میخواستم تلفظ کنم فکر کنم برام سخت بوده یا مثلا عجیب غریب بوده. بعد اینجوری بودم که خب رفتم و اینا. بعد دیدم که باید دوربین عکاسی بگیریم، این همه رشته و اینا چپوندن تو گرافیک، یعنی چاپ داشتیم عکاسی و چیزای دیگه. من اینا رو نمیدونستم اصلا، هیچی نمیدونستم. ولی خب با اینکه این همه کار ریخته بود سرمون اونجوری نشد که من بگم نه دیگه من نمیکشم و بای بای بریم. نه، اون عشق و علاقه منو تا اینجا کشونده. اینو همیشه میگم. آره، پس اگه عشق دارین به نقاشی، اگه عشق دارین به یه هنری برین سمتش. اگه برای پول میخواین برین سمتش نرین. نه اینکه پول توش نباشه، نه خیر، منظورم این نیست. نمیتونین. من دیدم به شخصه، به چشم خودم دیدم که آدمی بوده که حالا بیشتر بعضی دیدین که اینجوریان هنری ها، مثلا از تریپ هنری ها خوششون میاد و اینا، بعد میان سمت رشته هنر و میبینن آو چقدر سخته، چقدر کار باید انجام بدن و جدا از اون چقدر درس عمومی و درس تخصصی و کار عملی و همه اینا با هم دیگه باید انجام بدن و خب خیلی چیز سختیه و واقعا هر کسی از پسش بر نمیاد که واقعا بتونه هم این بر هندل کنه هم اون بر. و خب منم جزء بچه‌ای بودم که بیشتر کار تخصصی برام مهم بود و توی اونو بهتر بودم تا آره. خلاصه یه جور عجیب غریبی انتخاب رشته کردیم و رفتیم و مدرکم چیه؟ مدرکم دیپلم گرافیکه. دانشگاه نرفتم. دانشگاه رفتی؟ خب نرفتم. اگه نرفتی چرا نرفتی؟ خب سوالی که خیلی ازم میپرسن، دلیلش هم یکی دوتا نیست. قطعا دلیل مالی داشته و خب با اینکه من دانشگاه دولتی قبول شدم و کلا 4 تا دانشگاه قبول شدم، هم رشته‌ای که میخواستم، و دولتی گرافیک قبول شدم. گرافیک پر هزینه بود و من دیگه واقعا مخم نمیکشید که برم با سمت گرافیک. آره واقعا نمیخواستم انرژیمو بذارم برای باز این همه درس تخصصی طاقت فرسا. واقعا نمیخواستم همچین کاری کنم. میخواستم فوکوسم روی هنر، یعنی روی نقاشی باشه. و اینجوری شد که ترجیح دادم وقت و انرژیمو بذارم پای خود نقاشی و کلاس خصوصی بیرون برم. چون من گفته بودم به خانوادم که من اگه دانشگاه رفتم بازم کلاس فلان استادو میرم بیرون و در کل اونجا میرم و خب چه کاریه دیگه. دانشگاه نرفتم و کلاس اون استادم رفتم و خب دلیل دیگه که خلاصه دلیل مالی داشت و دیگه دلیل اصلیش همینا بود واقعیت. چرا هنرستان رفتی؟
هنر چرا دیگه، اینم که گفتم دیگه، علاقه شدیدم به هنر و نقاشی باعث شد. بعد به نقاشی علاقه داری و هنر دیگه هم علاقه‌مندی که گفتم. اگه نقاش نمی‌شدی چه کاره می‌شدی؟ اینم گفتم. سرکار رفتی سر کار. سر کار من که هنره، کار من نقاشیمه، کار من همین کاریه که الان دارم میکنمه. ولی خب شاید حالا منظورش این بوده مثلا کار دیگه ای انجام دادید، کار دیگه ای. اینم بگم که من به خانوادم گفتم من برم دانشگاه چه نرم دانشگاه، کلن من میرم سر کار. و گفتم الان که نرفتم دانشگاه من قطعا میرم سر کار. و اونم گفتن کور خوندی، پدر ایرانی نذاشت. آره نذاشتم، نرفتم. و منم اصرار، فکر نکنم اینجا من میگم آره من میخوام برم سر کنم، گفتن نه. من گفتم نه همچین چیزی نبوده. من حدود 2 سال دنبال کار بودم، همش این بر اون بر اینا. هر جام اوکی میشد بابا میگفت نه بشین نقاشی تو بکش. دقیقا همین جمله رو گفت که بشین نقاشی تو بکش و نمیخواد بری سر کار. و دیگه اینجوری شد که الان میرم بساط و اینا. فکر کردیم بابای من میدونه؟ معلومه که نمیدونه. پدر من نمیذاشت سر یک شغل مثلا آسونه، چه میدونم یه منشی چیزی، یا نمیدونم مثلا یه چیز آسون مثلا فروشندگی چیزی برم، بعد حالا بذار من برم بساط کنم. معلومه که اصلا پخ پخ تمام شد رفت. نمایشگاه گالری نقاشی زدی؟ قرار بود بزنم و قرار هست که بزنم و خواهم زد ولی خب نشد. من پورتفولیو درست کردم، رزومه فرستادم و قبول نشد. گفتن که با سیاست‌های گالری ما در تضاد فلان شعر و ور، جواب سربالا. و فهمیدم چقدر داستان داره، مافیا داره، چقدر مثلا یه دنیایی برای خودش و هر کسی انگار نمیشه به این راحتی ها گالری بزنه. و اینجوری شد که من به بساط کردن علاقه داشتم، کلا خوشم می اومد از این کار و گفتم چرا که من نه، چرا من همچین کار نکنم. و دیدم که وقتی نمیشه دیگه اومدم بساط کردم. و بساط کردن انقدر راحت نبود. من اوایل انقلاب بساط میکردم و اونجا آدم ها اینجوری بودن که اصلا این چی هست، اصلا این هنره، این اصلا نقاشیه، در این حد نمیفهمیدن که یعنی چی. و خب لول کار من به اونجا نمیخورد، یه همچین چیزی درک نمیشد. و خب از طریق دوست آشنا و اینا با کریم خان آشنا شدم. و خب الانه که این چیه اینجا آمون. بعد اینجوری شد که اومدم کریم خان و دیدم که تو دمون کوچه خیابون چقدر هنرمند ریخته، چقدر کسایی که اصلا کارشون حتی از اون کسایی که میرن گالری کارشون رو میذارن بهتره. و خیلی هنرمند اونجا رفته اومد داره و اصلا خیلی خوبه وایبش، همه چی از بچه خود بساط گرفته تا آدما. خلاصه اینجوری شد که من دیگه در حال حاضر اونجا بساط میکنم که حالا بعدن ها گالری هم خواهم زد. چرا رفتی بساط؟ دیگه گفتم دیگه پورتفولیو و رزومه اینا اونجوری کنسل شد و دیگه رفتم بساط کردم. بساط هم یه چیزی هست که یعنی عشق و علاقه میخواد. فکر نکنین که یه شغل آسونی، اونم برای دختری تو ایران، تو همچین کشوری واقعا سخته و هر کسی از پسش واقعا بر نمیاد. خب سال بعدی هم که راضی هستی از بساط کردن؟
هی حرفامو باید هی تکرار کنم. آره یعنی چون دوستش دارم. خب یا مثلا بساط کردن، نمیدونم بعضی فکر میکنن که کارشونو مثلا میتونن با قیمت خیلی خوبی توی بساط بفروشن. نه کور خوندی عزیز من، توی بساط کردن لول کار میاد پایین. خب و تو نمیتونی کاری که مثلا 2-3 تومن پولشه، شایدم بیشتر، نمیتونی با اون قیمت بفروشی. حتی 1 تومن هم به زور میتونی بفروشی. و چی بشه که حالا یه آدمی که دیگه واقعا از هنر سرش بشه و واقعا یه آدم درست حسابی اینجوری بخوره به پستت که حالا همچین قیمتی رو بپردازه. از اون بابت فروشش اینا سخته اگه بخوای اونجوری فکر کنی که میخوای درآمد داشته باشی از بساط. نه، درآمد میخوای از بساط کردن نقاشیاتو نیار، چیزای دیگه بیار، نمیدونم اکسسوری بیار، اینجور چیزا. و خب مثلا سوال این بود که راضی هستم از بساط کردن. آره عاشقشم، اوکیه و همون وایبی که از مردم میگیرم و مثلا برام یه جور مثل تفریح کردنم میمونه. ولی خب اگه با این دید بخوای نگاه کنی که بساط یه تفریحه و بری با دوستات حالا هر هفته یا هر روز اونجا بشینی و نمیدونم یه حالت تفریح باشه، دوستاتو ببینی و اینا، بعد مدت دیگه اصلا دیگه نمیکشی که همچین کاری کنی. آره و اینم از این. جلوتر گفتم که سنمو میگم حد زدیم دیگه، ولی کاش بودم قیافتون رو میدیدم. خب سنم تاریخ تولد میگم 23/10/80 ماه دیگه. آره تولدمه. بعد دیگه اینم که تقریبا تمومه. من یه امضام بزنم اینجا، ولی خب هنوزم روش کار میکنم. راجع به مسئله میخواستم صحبت کنم که خب من از دراماهای زندگیم چیزو نگفتم و یه مسئله خواستم بگم که راستش من بچه بودم حالا یه سری اتفاقات که تو مدرسه برام پیش اومده بود و یه دراماهای خلاصه گفتم خب من بچه بودم دیگه، از خودم نمیتونستم دفاع کنم، چیز نمیتونستم بگم دیگه، اشکال نداره دیگه، حالا دیگه بر همه پیش اومده، بر من پیش اومده، خلاصه اینجوری بزرگ میشم، میرم دانشگاه، خلاصه بزرگتر میشم دیگه، همچین مشکلاتی اصلا پیش نمیادش. و بعد دیگه وقتی میری دانشگاه هم مردم دیگه اینجا همه بزرگن دیگه، همچین اتفاقی نمیفته. و اینجوری بود که فهمیدم نه بزرگتر شدم، حالا دانشگاه نرفتم اوکی، ولی تو دانشگاه میدونم دراما هست و آدمای سمی همه جا پیدا میشن، نه فقط بین دوستا همکلاسیا و خلاصه رفیق و اینا، نه همین استادا، وای از این استادا. و خب فکر میکردم که تو کلاسای خصوصی تو بیرون دیگه همچین اتفاق خیلی کمتر میفته دیگه، اونجا هم دیگه پولشون رو بهشون میدی دیگه، عقده بازی و دیگه اون رفتار بد و دیگه از خودشون نشون نمیدن دیگه، مثل آدم برخورد میکنن باهات. آره بس زندگی اون موقع بود که بهم گفت کور خوندی عزیزم، همیشه هست، حتی اون کسی که فکر میکنی خیلی خیلی آدم درست حسابیه. و آره یه سری اتفاقا برم افتاد و اینجوری شد که نمیدونم چه کلمه ای بگم که بگم مثلا استادم منو پسم زد، یه چیزی تو این مایه ها بود، یعنی کاری کرد که دیگه من به پای خودم رفتم و من اون استادو میپرستیدم، در این حد کارشو قبول داشتم و اینجوری شد. خلاصه میبینی مثلا اینجوریه که از کاریه که خوشت میاد، از یکی کلا خوشت میاد
و اینجوری میشه. یه اتفاق اینجوری افتاد، اونم با یه استادی. و خب یه چیزی هم که هست و خوبه که بدونین و در جریان باشین اگه نمیدونین، یه مسئله هست به اسم استاد شاگردی. یعنی استاده در ازای اون نمیدونم اون مثلا به طراحی یاد میده، نقاشی یاد میده، اینا ازت یه چیزی میخواد. دیدین میری توی کلاسی میبینی که چند تا شاگرد هستن که قدیمیان و اینکه کارشون زمین تا آسمون فرق داره تا با شاگردای دیگه. شاید شاگردای دیگه هم قدیمیان ولی اونا چرا کارشون انقدر خوبه؟ یعنی واقعا مثلا فکر کردین که اونا دیگه خیلی سخت کوشن و فقط به خاطر سخت بقیه یعنی فقط دارن میخورن میخوابن، اشکار نمیکنن؟ نه عزیز من، اون استاده یه سری چیزا بهشون یاد میده و این مسئله استاد شاگردی اینه که مثلا از چه میدونم شاگردش میخواد که چه میدونم یه حمالی کنه، یه کاری براش انجام بده. ببخشید میگم حمالی ولی واقعا من تو ذهنم چیزایی که دیدم، آره برای من به نظر حمالی میومده، میدونی. البته که من تا حد خودم استاد شاگردی مسئله رو قبول دارم و من خودم اگه مثلا این چیزایی که میدونم و اگه یکی خیلی مشتاق باشه، اگه یکی خیلی خلاصه مشتاق باشه و اینکه چه میدونم یه جوری اون عشقشو مثلا نشون بده، اینکه مثلا چقدر کار من دوست داره، میدونی چی میگم. اینو وقتی از طرف ببینم خب من به اون یه چیزای بیشتری میگم تا به اون یکی شاگرد. دیگه خیلی چیز ملموسیه و واقعا دیگه فکر کنم همه همین کارو کنه، چیز خیلی منطقیه. آره و یه همچین اتفاقایی هم هست که میفته و یه چیزایی هست که اینا رو مثلا من نمیدونستم و من مثل یه دختر خیلی خوب و اینا میرفتم سر کلاس سرم مینداختم پایین کار خودم میکردم و خب نباید اینطوری بود، نباید. اتفاقا شاید کار درست من میکردم ولی خب با اینکه من خیلی ذوق و شوق داشتم برای اون کلاس و من اولین باری که رفتم اونجا داستان داره، حالا داستان داره ولی من گریه افتادم سر اینکه چون خانواده اوکی نبودن. مسیر اون کلاسی که من میرفتم تو شهریار بود، از فکر کن تهران بری شهریار و گفتن نه معلومه که نمیذاریم بریم. یعنی چی دختر بره تا اونجا فلان؟ گفتم اوکی باشه بذار من برم، حداقل من انقدر دوست دارم برم استاده رو ببینم، کارا رو ببینم، فقط ببینم همین. گفتن اوکی باشه برو. و رفتم و همینجوری به در و دیوار نگاه میکردم، نقاشی‌هایی که چسبیده بودش به دیوار و میگفتم که تو ذهنم که وای نمیتونم دیگه اینجوری نقاشی بکشم، دیگه نمیتونم، مثلا نشدنیه دیگه، چیز محالیه برای من. و همینجوری اشک بود که میومد و استاد خب نظرش جلب شد که چرا و سوال پرسید، من کشید یه جایی و خلاصه تو اتاقش گفتش که چیه قضیه، بهش گفتم و بعد مادرم تعریف کرد برام که بعدا هم خب استاد با مادرم صحبت کرد، گفتش که استاد برگشته گفته که تا حالا کسی رو ندیده بوده که برای کلاسش انقدر مشتاق باشه، انقدر ذوق از خودش نشون بده. خب درس امروز این بود که اگه کاری رو واقعا عاشقش باشین، اگه به هر چیزی عشق بورزین، محاله که اون چیز مال شما نشه. یه چیز تو این مایه، البته خیلی فلسفی طور و جای بحث داره ولی خب من میگم من واقعا میپرستیدم اون استادو و آخر سرم تا یه جایی انگار مثلا کافی نیست که فقط مثلا عاشق یه چیزی باشی، مثلا کار اون یارو رو خیلی دوست داشته باشی اون استادو. آره اینجوری شد و حالا تجربه تلخی بود برا من و من مدت ها تا مدت ها تو شوک بودم ولی خب اتفاقای بهتری برای من افتاد و من بعد اون زمان بود که سبک خودم رو پیدا کردم و واقعا خوشحالم که از اون فضای سمی اومدم بیرون
چون واقعا اذیت میشدم اونجا. نقاشی رو ببینیم تا اینجا. من که تا شب همجوری میشینم کار میکنم اگه ولم کنه. آقا جدی تا اینجا رو گوش دادین؟ بابا دمتون گرم. بابا ایول مرسی واقعا. من خیلی سوتی دادم این سری. من سری پیش انقدر سوتی نمیدادم و فضا خودمونی تر بود. نقاشی کشیدیم و خیلی به من خوش گذشت. سوالی چیزی بود بازم ازم بپرسین. خلاصه من خیلی درشم کردم که مثل یوتیوبرها، مثل واقعا حرفه‌ای اونجوری باشم، ولی خب من اونا نیستم که. من خودمم. من اینجوری خودمونی، اینکه راحت بشینم و پامو بندازم اینجا دستم روش باشه و اینجوری باهاتون صحبت کنم حال میکنم. و توی هنرم هم سعی کردم که خود واقعیمو به نمایش بذارم. پس اینجا هم خودمم. آره پس سوالی چیزی بود مخصوصا در مورد هنر که یه ویدیو در موردش مفصل صحبت میکنم، از من بپرسین. تک تک سوالا اونجا جواب میدم. خلاصه مرسی که هستین. فعلا میبینمتون. بای بای.